ارزیابی حالت فعالیت صاحبکاری خرد و میانه در جمهوری تاجیکستان تحت همین عنوان در دانشگاه دولتی مالیه و اقتصاد تاجیکستان کنفرانس بین المللی علمی عملی بخشیده به سالهای رشد صنعت 2022-2026 برگزار شد. در کنفرانس مسئولان نهادهای دخلدار، عالمان ساحه مالیه و اقتصاد و تجارت از مؤسسه‌های علمی و تحقیقاتی تاجیکستان و فدراسیون روسیه شرکت داشتند. اشتراکداران همایش دایر به موضوعهای رشد فعالیت صاحبکاری در ساحه معارف، مأموری کننی اندازهای مستقیم، دستگیری دولتی فعالیت صاحبکاری در جمهوری تاجیکستان، جنبه‌های اینستیتوسیونالی دستگیری صاحبکاری خرد و میانه در جمهوری تاجیکستان و دیگر مسئله‌های مهم معروضه نمودند. با دستگیری‌های بی‌واسطه حکومت جمهوری تاجیکستان در پیشبرد و رشد فعالیت صاحبکاری خرد و میانه، از آن جمله نمود صاحبکاری استحصالی در دوره سندهای معیاری و حقوقی، یک قطار شرایط‌ها، امکانیت‌ها، امتیازها، سبکی‌ها فراهم آورده شده است که این البته برای پیشبرد رشد فعالیت صاحبکاری زمینه خود را گذاشته ایستاده است. امروز رشد فعالیت کارخانه‌های خرد و میانه در جمهوری تاجیکستان مشاهده کرده می‌شود. از آن جمله آن کارخانه‌های خرد و میانه استحصالی که امروز در جمهوری تاجیکستان فعالیت نموده ایستادند، یک قطار مال‌های وطنی استحصالی آنها با مال‌های وارداتی رقابت‌پذیر گردیدند که البته نشاندهنده آن است که آن شرایط‌ها و امکانیت‌هایی که امروز حکومت جمهوری تاجیکستان در دوره ساحه مذکور فراهم آورده است، در این راستا رشد ساحه مذکور مشاهده گردیده ایستاده است. از جانب دولت به صاحبکاران بیش از 120 نمود امتیاز و سبوکی‌های اندازی و گمرکی پیشنهاد شده، شماره ساختارهای به قیدگیری دولتی فعالیت صاحبکاری از 4 به 1 کم گردیده، خدمترسانی در این سمت به طور رایگان به راه مانده شده است. سال 2022 مبلغ امتیازهای اندازی و گمرکی استفاده گردیده زیاده از 12 میلیارد سومانی را تشکیل داده، شماره سوبیکت‌های صاحبکاری به 339,000 رسید که نسبت به سال 2018 بیش از 76,000 زیاد می باشد. همین است که همه ساله سوبیکت فعالیت صاحبکاری از 27 تا 30,000 هر سال زیاد می گردد و البته این با دستیابی با امکانیت هایی که در دایره فضای مساعد صاحبکاری در جمهوری تاجیکستان فراهم آورده شدند. با مقصد تشکل فضای مساعد صاحبکاری در جمهوری تاجیکستان امتیازهای گوناگون اندازی و گمرکی پیشنهاد شدند. همچنین بانک های مخصوص از جمله بانک های دولتی فعالیت میکنند که قرض امتیازناک برای فعالیت